ربی جان قن سلام برادر گل، بسیار خوش هستم که آمدی در پروگرام ما Healthy Life Coaching. خودت خواه دوست ما هستی، برادر ما هستی و اتو معلوم میشه که هم نظر ما هستی. دیگه من خودت سالا و سالا است که میشناسم، تا بسیار زیاد دوست دارم، اندیوالم هستی، برادرم هستی و ای که همیشه خودت تشویق میکنی دمو مسیری که من هستم یا خودت ما تشویق میکنم. اما طور با اخلاص ما خودت پیش رفتیم، ما معلوم میشه که یک کنکشن خاص داریم و ما بسیار زیاد واقعا میبالم سرت و اما طور اشخاصی که آگاه باشه، اشخاصی که از لنس جلسی عرق مردم ما خورد دیدیم، عرق مردم تجربه کردیم در ممالک خارجی، در پاکستانی که بودیم، در اسلام آباد، در افغانستان. دیگه اینال در وقت آدم میرسه در زندگی خود که میگه you know what, enough is enough. سیسته؟ امی putting up with somebody else's dreams، که تظاهر کردن، سازش کردن به افکار دیگرها را خوش کردن که او چه فکر میکنه درباره ما، واسه با این موضوعات گپ میزنیم. این کلش به نظر ما یک پوینت زندگی آدم میرسه وقتی که آگاه شوی که میگی you know what, it's a waste of my time. My time is limited. وقت ما بسیار محدود است در زندگی. ما بسیار پرایورتی دارم، آگاهی از خود دارم. بیا که ما امی آگاهی و قوه اراده و انرژی خود در یک چیز تمرکز کنم که ما به درد خود بخورم. اول خودم مهم است، که صحت مهم است، روان مهم است. بعد از او به درد کی بخورم؟ به درد اولادم، به درد همسرم، به درد برادرم، به درد دوستم. بعد بالاخره جامعه خازمی شروع میشه برادر قند، از یک فرد شروع میشه. خب این معرفی ما بود ربی جان نازنین، ولی جان قند. اینال میشنیم از خودت، مایک ما برای خودت میتم، خودت برای ما امو سفر زندگی تک برای ما بگو، امو تر با اخلاص که پیش رفتی برای ما بگو بک‌گراند تا که از چی وقت از وطن برآمدی و در اسلام آباد چی میکردی و بالاخره در استرالیا هر قسم که راحت هستی. بسم الله که برادر. سلامت باشی. اول خود سلام و احترامات خدمت خودت نازنین، خدمت تمام دوستا و رفیقا و عزیزانت برسه و همچنان سلام و احترامات من برای تمام کسانی که امی ویدیو را بعدا میبینن. و در قسمت صحبت هایی که پیشتر خودت گفتی یک بسیار کوتاه، خودت ما شاهد هستم که یک چند وقت میشه که آگاهی رسانی میکنی و از طریق ویدیوهای بسیار پرمحتوا هستم، همیشان مثلا در حد 4 دقیقه 5 دقیقه که وقتم زیاد نمیگیره و direct to the point هستی و ما شخصا خدا کنه که میک سنس کنه. میکنه و من شخصا منایس یک فرد، نه منایس دوست، منایس یک فردی که معمول کلپای خودت میبینم و مو آگاهی رسانی تا میبینم، واقعا ما از خودت قدردانی میکنم و همچنان هر کسی دیگه که مثل خودت امی طرز فکر داره که آگاهی رسانی بکنه در امورات مختلف. باز خودت ماشاءالله تحصیلات عالی داری و نطق بسیار خوب داری، امی کارت ما بسیار زیاد قدردانی میکنم. در قسمت بعدی که درباره ما سوال کردی، ما در سالهای 92 93 بعد از این جنگای خان منصور که در افغانستان در کابل جریان پیدا کرد، مهاجر شدیم رفتیم پاکستان. در پاکستان تا آخر 99 اونجا زندگی میکردم که دوستی ما خودتون در اونجا صورت گرفت و رفیق شدیم و یار شدیم. بعد از او در استرالیا سرنوشت ما را اینجا کشان. اینجا از امو وقت حاله در شهر ملبورن استرالیا ما زندگی میکنم و مصروف کارهای مختلف هستم. کار اصلی ما در فایننس هستم، در امورات مالی در یک شرکت کار میکنم به نام پاراگون فایننس و در پالی از او مصروف سوشل ورک یا خدمات اجتماعی هستم در یکی از کمیته های محلی خود شهر ما به نام باختر کمیونیتی ارگانایزیشن می باشد
در امورات مختلفش مصروف هستم و در پهلوی زو مصروفیت یا مثلا امون هابیه که من دارم موسیقی هسته که در موسیقی هم از بسیاری کسا میگه والا من از طفولیت موسیقی میکردم. من از طفولیت موسیقی نمیکردم. من بسیار پسان وقتی که آشنایی ما خودت شد، یعنی در سنای 17 18 19 اینی وقت علاقمندی گرفتم نظر به شش برخواستی که داشتم که دیگه دوستایی که اونا اهل موسیقی بودن، از اونجا علاقمندی پیدا کردم. باز استرالیا که آمدیم یک مقدار تشویق زیادتر شدم از طرف دوستا و فامیل و اینا. باز در اون مصروف بودم تا سالهای 2015 16 در محافل مختلف خوشی افغانای ما شما اینجا شرکت میکردم در شهرهای مختلف استرالیا، در نیوزیلند، در ملبورن، سیدنی، پرت. بعد از او باز یک وقفه گرفتم. در سالهای 2016 17 بود یک استاد ایندی را پیدا کردم برای خود و بخش علمی به اصطلاح موسیقی را فرا گرفتم. باز در ویکتوریا یونیورسیتی در اینجا بخش وسترن ستایل یا موسیقی غربی را او را هم تکمیل کردم تحصیلات خودم و فعلا اونمو کار است و فامیل است و خانه است و اینمی مصروفیت است. مختصر اینمی. بسیار کلان گپ از برادر خنین خودت که یک هنرمند بسیار کلان هستی، خودت مکتبش خواندی دیگه. تو خو در پاکستان که ما که بودی، ما خودت سری موضوع قبلا هم گپ زدیم، همین موضوع کانفرنس لول خودت که باز در زمین برای ما کم تشریح کنی که چطور در وجود توی تا کانفرنس داری که معمولا خدا در موجم استاد بودی که در مکتب لیسه مهاجر آریانا استاد انگلیسی بودی و یگان دفعه یگان مضامین دیگر هم درس دادی ندادی یا تنها انگلیسی بود فکر میکنم دیگه چیست برای کانفرنس لول تو خودت دیگه خودت همیشه یک پشتکار داشتی. ما را که همیشه که یک جای میشیشتیم آجل امی یک چیره کش میکردی تو بیاک دو خواندن کنیم امی ارمونیه را میگرفتی میخواندی و ما واقعا بسیار خوشم میامد آوازت امی کانفیدنس تو که امی هرچی که بود میخواندی بسیار مقبول که تو بیای خواندن. باز مرم تشویق میکردی یگان خواندن های مزایر ناقی ما خود شاقیق مزیه مانه. آفرینت که خودت ایره پیش بردی و معلوم میشه که اینه یک استعداد بود که در وجودت بود و تو باید امی میوزیک پلی میکردی به خاطر که دمی روح روانت هست. معلوم میشه که در چهار طرفت هم همو منسکیوت اونم ببین اگر هست همی اونا کسیو هست و خودت کلانترین کارته که درباره‌اش ما میخوایم بیشتر خود از زبان خودت بشنوم که شعر نشته کردی برای قیس جان الفت. فکر میکنم دیگه درباره از یک چند لحظه گپ بزن و درباره می نوشتن و میوزیک تو که تو خودت دستش خوندی برادرگل. سلامت باشی. کانفیدنس لول گفتی. درباره کانفیدنس کوتاه مختصر میخوام بگم که برای خود آدم معلوم نمیشه. کسی که مثلا کانفیدنس داره، خصوصا کسایی که اوتنتیک باشه، امرای خود راحت باشه، او هیچ وقت در این فکر نمی باشه که سعی کنین که من کانفیدنس دارم. او ابزرویشن یا او همو دید دیگران می باشه که او را به اصطلاح قضاوت میکنن. یکی دیگه مهاجرت یکی از همو چیزای کلیدی بوده در زندگی من. شما کل ما مهاجرت مزیش دیدین که انسان ها را بسیار زیاد به اصطلاح به تکلیف می سازن. ولی من همیشه از طفولیت در فکرم بود که مثلا وقتی که در یک مکتب نو میری یا در یک همسایگی نو میری یا در یک مملکت نو، همیشه در گوشه ذهن من بوده که من از چی یاد میگیرم و همون سبب شده که مثلا من بتونم آمیزش پیدا کنم همراه جامعه، همراه فامیل، همراه رفیقا، همراه دوستای نو و اونمو در فکر من بوده و او شاید تبدیل شده به اعتماد به نفس یا کانفیدنس که خودت میگی و همیشه او سرمشق بوده در زندگی من. همیشه بوده همراه من بوده، همی علامه است. ولی من هیچ وقت او رو به معنای از این نمیبینم که والا ایسان که من کانفیدنس دارم یا هیچ وقت هیچ نبوده. مثلا کامل خودتان برای من
سرپرایزینگ است. دیگه میان در قسمت شعر و اینا گفتیم. ما صنف دوی مکتب بودم. معلم ما بر ما یک کار خانگی داده بود که درباره یک مضمون رو بر ما داده بود درباره وطن و دوستی. ما اومدم خانه گفت این مورد باید ناشته کنیم. ما درباره ازی دمو صنف دو که مثلا بسیار مثلا از نگاه سواد چی دادم بسیار چی می باشه دیگه دمو حد صنف دو می باشه. ما یک شعر نشته کرده بودم یک صفحه. خب یک گدوات هر رقمی که بود. دیگر روزش که رفتم مکتب معلم که دید بجای ازی که مرا مثلا تشویق کنه یا چیزه مرا به اصطلاح گفت که چی کردی؟ یعنی ما هیچ چیز نمیخواستم. من گفتم چی میخواستی استاد؟ گفت که ما گفتم که از یک مجله یا اخبار یک چیز درباره وطن یا درباره دوست داشتن و درباره کشور یک مقاله را پیدا کنین یک چیز نشته کنین تو اینجا از دل خود هر چیز نشته کردیم. ما گفتم ببخشید ما نفهمیده بودم هدف استادم و نفهمیده بودم که چی میخواست. اولین بار که من شعر نشته کرده بودم اونم وقت بود بدون از اینکه من بفهمم که مثلا وزن چیز قافیه چیز ردیف چیز کدام الفاظ استفاده کنید فقط ابو مضمونشه که بر ما گفت. بعد از باز من پشت از اینکه قطعا نگشتم دیگه من گفتم صحیح است. پس آنها که شد در پاکستان هم یکان چیزا ناشته میکردم ولی اون مطلق دیگه در خزانه خودم بود دیگه اون که هیچ کس من شریک نمیساختم. نه به خاطر از اینکه از قضاوت مردم بترسم فقط هم یک چیزی بود که دیگه همراه خودم بود دیگه. ولی استرالیا که رسیدیم یک خاطره جالب دیگه هم بگویم. یک وقت یک پروگرام شد اولین پروگرام که ما در روی استیج باید آواز میخواندم در یک محفل خوشی فامیلیای ما بود. اونجا من میخواستم که بیرونویس کنم و آهنگا را خود ترتیب تنظیم بکنم. یکی از آهنگا بود که از دکتر سید اسد بدی شنیده بودم به نام بت مستانه من روشنی خانه من. امی کست جر شده بود. خب امو صحنه ای که امو شعرش که من باید ناشته میکردم از روی ازو میشنیدم و وقت تکنولوژی اینا نبود دیگه اوایل سالهای 2000 هم قصه دارم. ای امی تک به اصطلاح عام بگیم غط 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 میکرد و من نمیفهمیدم که چی میگه دیگه. من مجبور شدم گفتم والا وقتم کم است دیگه صبحش محفل بود. من گفتم والا خواندنک خوشم آمده یک کمک ریتمیک بود این میشه که آدم رقص کنه اینا. ما گرفتم دایی خودم شعر نشته کردم با همون محفل شده باز دیگه با در نظر داشت دیگه آهنگا بیا امیر رو اجرا کردم و تصادف نیک دمو آهنگ خیلی تشویق کنم شده من مثلا محفل هم مجلس دانس فلور گرم شده بود. بعد از او باز یک سفر دیگه ما داشتم در اوایل 2000 پاکستان برای یک ماه مختصر. اونجا با یکی از هنرمندایی که امروز ماشاءالله بسیار یک هنرمند زبردست و خوب از کانادا زندگی میکنه به اسم مسیح نظیر امروز از اونو آشنا شدم و ما اما تو امی شعری که من آشنا کرده بودم میره من امروز از اون شریک ساختم. خب تیر شد از این گپ تقریبا 20 چند سال تیر شد. در این زمان کووید فکر میکنم 2021 22 بود که یک روز بی از خود نباشه دوست بسیار صمیمی است بر ما مسیج کرد که ما یک سرپرایز دارم برات. ما در فکر رفتم که والا اگر این ملبورن بیای ما باید اینجا آمادگی بگیرم میهمان نوازی بکنیم اینا. گفتم که اینجا میای؟ گفت نه. فرداش که از خواب خیستم دیدم که امی شعر مرا با امو کمپوز اجرا کرده و اسپیشال تانکس از من تشکری هم کرده و اینا. ما پس برش پیام ماندم که بچهش این شعر خب از من نیست تنها امو قسمتایش کل شعر از من نیست. باز بر من گفت نه همون چیزایی که به اصطلاح قشنگ بود و مزه‌دارتر بود اونا را گفت نوشته کرده بودیم و لازم دانستم که از خود یادآوری کنم. باز به می ترتیب دیگه دوستا آگاهی پیدا کردن و فهمیدن که والا من در این قسمت یک کمک چی دارم استعداد دارم و در پالی از او حدوداً 20 چند قطعه شعرهای مختلف دیگه در این جریان ما همیشه برای خود می ساختم و کمپوز جور می کردم و در قالب کمپوز اینا ولی همیشه پیش خودم بود. باز دردسر نتم خودت که این سفر ما کلش به تکمیل برسانم. دمی اواخر یکی 2 سال پیش باز تحمین جان ارسلان میشناسید ما شما اونا در سیدنی زندگی میکنن در استرالیا.
بله اونام میشنیم آواز بسیار آواز خوبه. بله 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 اونا تقاضا کردن که اگر من بتونم یک چند ساعت برشان اشتراک کنم در یکی از چند آهنگایشان خب یه همکاری رو هم کردم. باز اونا یک دویت داشتن همراه یویو هانی سنگ، هنرمند بالیوود. باز تصادف یک روز همراه ما تماس گرفت خود تهمینه جان که در استودیو بودن همراه یویو هانی سنگ. اونها گفتن که ما میخوایم که یک دویت داشته باشیم که پنجابی و فارسی باشه. باز امو کامپوزیشن برای ما یویو سنگ از این طریق فیس تایم تشریح کرد که نه تو یک کامپوزیشن است و امو سوژهشان برای ما گفت که این سوژه است. باز من او را برش نوشته کردم و او آهنگ نشر شد و بسیار زیاد بیننده داشت و یعنی بسیار زیاد موفق بود در سطح هالیوود، بالیوود، ببخشید بالیوود، حالا اشی نشد. باز به می ترتیب همراه شهزاد جان الفت معرفت پیدا کردیم. چندین آهنگایشان هم همراهشان همکاری کردیم و همه آهنگایشان خوشبختانه کلش هیت بوده. آهنگ مزاری که دوت خواندن همراه تهمینه جان در اون ما همکاری داشتیم، حتی در حدی بوده که مثلا اونا در استودیو بودن و لایف ما مثلا برشان نشته میکنم که نظر به تقاضایشان که این سوژه باشه تو باشه. باز همچنان از طریق شهزاد جان بر قزجان الفت اونم یکی از آهنگایش که در آخر نشر شد به نام فاطمه، در اون قسمت ما همراهشان همکاری داشتم و من بسیار خود خوشبخت اسم میکنم که مثلا ما تانستیم با هنرمندای بزرگ موفق همکار باشم. برای من بسیار یک دستاورد کلان است. من بهش افتخار میکنم و این تنها برای من نیست، برای کلگی هستن، چون که اینا چیزای معنوی هستن که میمانن تا ابد میمانن. بسیار عالی. ولی جان قند، ما واقعا I'm impressed، بسیار impressed شدیم که نام خدا یک استعداد خودت گفتی که طبیعی اول آمد برای خودت. بله. است یک شعر شاعری که در قلب نشین می باشه. بله. معمولا از طبیعی می باشه، از راه روان یک شخص می باشه. اینطور استعدادهایی که مثلا در شاعری و در آرت و در میوزیک و در ساینس، در ادبیات و در چقدر در نهاد ما است، در ماهیت ما است، اما متاسفانه ما کوبیده شدیم، آگاه نیستیم، یا ایست که تشویق نشدیم، یا ایست که اپورتونیتی نیافتیم که یافتیم از او استفاده نکردیم. درست است؟ در این موضوع باز گپ میزنیم. یعنی هدف من است که خودت ببین شعر شاعری را یک چیز طبیعی در وجودت بوده و خودت گوش کردی و قسمتت و تانیستی که امو استعداده که بالقوه میگنش، بالقوه در بوده او را بالفعل بسازی و سرش کار کنی و اینه ببین ای چقدر یک استعداد عالی است. یک شخص مبتکر باشه که این کار بکنه. به نظر من یک شاعر یک ساینتیست است. یک شاعر اگر ساینتیست میبینه، observation میبینه، empirical science میگنش، از مشاهده میکنه با حواس پنجگانه. اما شاعر مشاهده میکنه روح روان خدا به مو شکلی که یک ساینتیست حل میکنه، مایکروسکوپیکلی آگاه میخواه باشه از خود، از استعداد خود، از روح روان خود و از قوه اراده خود و قوه فکر خود. صحیح؟ این حالا ما بازم تحسین میکنم. آفرین، موفقیت برات میخوایم که امی ادامه بیتی و معلوم میشه که ادامه میتی. باز داخل پروگرام ما میخوایم یک زمزمه کنی برای دوستا. یک پیام تا گفته در قسمت آخری باز یک زمزمه کرده، باز خداحافظی میکنیم. اما پیش از او که پروگرام چی کنیم، ما نمیخوایم وقت بگیرم، میخوایم که از خود گوش کنیم. عزیز دل، سرمی موضوع خودت گفتی authentic self. بله. در ازی میخوایم خودت یک کمک تاچ کنی یا self awareness، آگاهی. گفتی آگاهی از خود شروع میشه. سری موضوع ما میخوایم نظرت بشنوم از بر دوستا، اگر بگویی شریک بسازی. و یک موضوعی که ببین که فعلا ما
بسیار افغانایی است که تازه آمدن در می امریکا، فامیلایی که در می بعد از می طالبای نو که آمدن، سازش کردن در محیطای خارجی بسیار کار مشکل است که فامیلا پرابلم داره با نسل نو، نسل گذشت، نسل که ناوقت آمدن، که چقدر امراض روانی دچار است مردم. همین موضوعی که the terms شاید شنیده باشید در social psychology، خودت خواندی در ویکتوریا یونیورسیتی، که میگنش integrate and assimilate. نیست؟ آموزش کردن در یک جامعه. assimilate یک کسی است که مثلا میگه you know what، ما دیگه افغانم رو نگو، مسلمانم نگو، ما دست dominant culture رو میگیره، چی میکنه؟ melting pot میگنش. اون چیزی که است ما دیگه زبان دیگه رو میگیره، کلتور نو میگیره، کالای نو میگیره، دست identity خدا، ماهیت خدا از بین میره. that's called assimilation. اما integrate کسی است که مثلا خودت هستی، مثال بسیار خوبش علنی، که در وجود تو زبان افغانی ما فارسی است، دری است، در وجود کلتور سوچه افغانستان هم است، اما تو پذیرش هم داری، زبان هم یاد داری، اون در محیط اجتماع هستی و معلوم میشه که دوستای خارجیم زیاد داری و تو فکر میکنم که بسیار راحت باشی که یک کسی که اگر باور نداشته باشه به خدای، مثلا مگر مسیحی باشه، یهود باشه یا ایسکیتی، شاید بسیار ریلکس که صحبت کنی و خاطر من احساس میکنم همونطور. سر نمی سه موضوع برادر قن، authentic self awareness، آگاهی از خود و طبیعی بودن، و امی که آموزش کردن با یک کلتور نو و مثبت فکر کردن یک جامعه نو به خاطر روان خوب. امی موضوع لورد است اگر بتانی تچ کنی برادر. و کم صحبت میکنیم، درست است. authentic self اصلا به نظر من کم دربارش معلومات دارم و یک قسمت زیادش شاید نظرات شخصی خود من باشه. authentic self، ما naturally by nature authentic هستیم. مثل که مثلا یک شای شما میبینین، یک سنگ است مثلا، هیچ وقت تو پلاستیک نمیشه، نه؟ اونم سنگ است. هر چیز که شما بکنین او رو تغییر داده نمیتونین، اونم سنگ است. یا شای دیگه اونم چیز است. انسان ها همچنان authentic هستن، by nature authentic هستن، ولی ماحول، جامعه، فضای فامیل، فضای دوستا، شرایط روزگار انسان ها را مثلا از اون مسیر اوتنتیک بودنش اینا را میکشانه به یک طرف دیگر. اینجاست که باز قسمت دوم که خودت گفتی آگاهی، من میتونم میره به این ربط بتونم که مثلا انسان اگر بتونه که آگاهی داشته باشه، مسیرش با آسانی تغییر نمیکنه. مثلا از اوتنتیک بودن خود فکر نمیشه، مثلا دیگه طرف نمیره، یا اگر بره ریفلکت کنه، متوجه شوه، آگاه شوه، پس دوباره میتونه خدا دمون اوتنتیک سلف خود میتونه خدا برسانه. به نظر من امی اوتنتیک بودن این امی است. و آگاهی که گفتیم، آگاهی هم خیلی یک یعنی انسان اونموتو که اوتنتیک سلف آدم خودش آمتر می باشه، آگاهی هم در انسان طبیعی وجود داره. مثلا همون یک طفل هم که شما ببینین، اونم طفل آگاه هست، میفهمه، یعنی اولین چیزی که هست آگاه هست. ولی این قسمی که پیشتر گفتم، نظر و شرایط و زمان و مکان بازو یک کمک افتراک میشه، از آگاهی مبرایه و یک مسیر دیگر را برای خود میگیرد، چون آگاه نیست. مثلا اگر آگاه باشه او مسیر دیگر را نمیتونه که در اون طرف برد، او آگاهی خود باقی میمونه و از او یاد میگیرد که مثلا چه قسم پس دوباره ریفلکت میکنه، چه قسم پس دوباره خود آگاه بسازم. در قسمت انتگریشن که گفتیم که مثلا کسایی که دیسپلیس میشه از خانه خود یا از مهاجر میشه در این ممالک مختلف میرن، اینا همچنان باورها دارن. مثلا باورهایشان هم که منشأ میگیره از امون محیط زیستی که سابق داشتن. اونا فقط بونمو باور میباشن. وقتی که جایشان تغییر میکنه، میرن در یک جای دیگه، در یک همسایگی دیگه، در یک شهر دیگه،
یا در یک مملکت دیگه که تماما کلتور و فرهنگ او جای برشان نو می باشه، اینا طبیعتا نمیتونن امی آگاهی رو ندارن یا همون سکیل یا همون تولز ندارن که چه قسم که از اینا پس آمیزش پیدا بکنه، چون باورشان برشان اجازه نمیده. باورشان بسیار زیاد به اصطلاح سنگین شده برشان، یعنی دونمو باور خود می باشن و بس خلاص. و باور شکستاندن باورم یک موضوع دیگه است که او هم کار ساده نیست. که مثلا باورای فکر کنید اگر شما یک نفر با طور مثال 50 ساله را شما برشان یک چیزی را بگوین که اینی کار اتر نیست، این اتر است، طبیعتا بر از او بسیار زیاد مشکل است که میگه من 50 سال زندگی خودم به این باور ما تیر کردیم، امروز ما بیایم این باور نو از آن خود بکنم، ای در این فکر میره که ما خیلی 50 سال زندگی ما خیلی ما با چی تیر کردیم دیگه، بس ما در ناخت تیر کردیم. از او خاطر اولین کاری را که ای آدم میکنه و ای آگاهانه ای کار نمیکنه، امی خود مایندش به خاطر که خود پروتکت بکنه، اولین چیزی که از امی زبان یا از امی عکس العمل از این انسان مبرایه رزیست میکنه، امرایت کتت موافقت نمیکنه، کتت در تضاد قرار میگیره. این همی سبب میشه که مثلا اینا نمیتونن آمیزش پیدا بکنن که یک محیط نو، که یک کلچر نو، که یک فرهنگ نو برشان بسیار زیاد مشکل است. ولی اگر متوجه باشین اولادایشان که ببینین، باز یک نسل بعدش ببینین، اونا اصلا نه تنها که پرابلم ندارن، بسیار ساده می باشد، چرا که اونا باز این محیط دیگه مثلا نرچر میشن و کلام میشن. در قسمت صحبت کردن گفتیم برای همراه کسایی که ذهنیت های مختلف و باورهای مختلف، اعتقادهای مختلف دارن. شخصا به نظر من کدام راکت ساینس نیست، یک انسان اوست، یک انسان ما، یک انسان خودت هستیم. اگر ما در یک مورد گپ میزنیم، میتونه اون مورد هر چیز باشه، ساینس باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، موسیقی باشه یا هر چیز دیگه که باشه، یک گپ است. اون اعتقاد که مثلا اونا دارن اگر بیدین است یا با دین است یا اگناستیک، هر چیزی که هست، اون در قدم اول ما فکر میکنم که بسیار یک چیز شخصی است، یک چیز شخصیش است. یک نفر بسیار خود راحت اسم میکنه که مثلا certain way مثلا پری کنه، یا مثلا دمی مذهب مختلف، مثلا باز برندهای مختلف هم داره. نه مثلا یک نفر یک قسم نماز خدا میخونه، در عین دین یک برند دیگهش یک قسم دیگه نماز خدا میخونه، ولی اردوش اونمو آرامش و پیسه در ذهن خود حس میکنه بعد از امو اجرایش. نه اینا امی آجت به می جنجال چی هست؟ من در این فکر هستم امی جنجال سر چی هست؟ اگر تو در کارت راحت هستی، در مو اعتقادت ما راحت هستم، ولی امروز ما تو آمدیم اینجا یک جای با هم در یک رستوران شدیم غذا میخوریم، امی مشکل چی هست؟ اون مشکل ما تو باید اینجا نکشانیم، این کار اشتباهه. ولی مردم زیادتر فوکس، مثلا باز برمیگردیم پس دمو گپ اول در آگاهی است که زیادتر از آگاهی کمی فاصله گرفتن و ای به اصطلاح اوورتیک کرده. مثلا ای بسیار زیاد همو احساساتش در این مورد خیلی زیاد است، یعنی میگه ای مهمتر است از آگاهی، در حالی که آگاه بودن قدم اول است. چرا که ما نچرلی اونمو همون اسنس ما اونمو هست، آگاه بودن. منایسی یک نفر که نو تولد میشه تا آخرین وقتی که از دنیا میره، یک چیز هایراکی آف مازلو هست که یعنی نیازهای انسان که تشریح میکنه که در قدم اول خوراک و پوشاک و مثلا آب و اینا رو باید داشته باشه، و در قدم دوم امنیت باید آدم داشته باشه و امنیت فیزیکی و hierarchy of جنونی needs و Maslow Abraham Maslow. بله باز به می ترتیب حس تعلق داشتن به جامعه و همچنان قدردانی یا مثلا عشق در زندگی، قسمت پنجمش که باز چی میگن self actualization یا خودشگوفایی. نه
اینمی را اگر آدم متوجه باشه، مهم نیست که آدم دمی هایراکی پیش بره. تنها از این موارد که آدم کمک آگاهی پیدا بکنه و امیر سرمشق خود زندگی خود بگیره که تصادفاً در تمام مذاهب هم هست، یعنی اینطور نیست، شاید که چیزایش فرق بکنه ولی همین موارد کلش وجود داره. و بعد از خودشگوفایی که مثلا آدم متوجه حال احوال خود میشه که خود چه قسم برسانه، چه قسم انسان خوب باشه برای خود، برای فرزند خود، برای همسر خود، برای خویش قوم و برای دوست رفیق خود. باز ما فکر میکنیم یک چیز دیگه بعد از خودشگوفایی است که او معنویت هست، که در اون سطح که کسی برسه دیگه باز وقت چون که تمام چیزها تک خورده، باز انسان تو فکر میکنه که خو یا خو هست دیگه چی هست، اون معنویت هست که میتونه برای دیگرها مظهر خدمت باشه بدون از اینکه کدام مطالبه داشته باشه. یعنی از دل، از قلب میتونم کاری که خودت میکنی جواد عزیز، کاری که خودت میکنی اون معنویت هست. مثلا امروز این کلپای خودت داری آگاهی رسانی میکنی، تمام از اینا کلش سرچشمه اینقدر درس خواندی، تحصیل کردی، مهاجرت دیدی، مثلا تجربه های تلخ شیرین زندگی رو چشیدی و در پولیس چقدر مسئولیت داری، مثلا در فامیل مسئولیت داری، در کار خود مسئولیت داری، ولی در پولی تمام از اینا خودت متواتر بسلا spread wisdom، امی آگاهی خودش شریک میکنی امرای اینا، امرای مردم. اگر انسان معنویت در وجودش نباشه اینی کار نمیکنه. میگه با ما چی؟ ما درس خود خواندیم، ما کردیم، تو به اصطلاح سلفش میشه in a wrong way. سلفش بودن خوب است که آدم سلفش باشه، متوجه آن احوالت باشی از نگاه ذهنی، فیزیکی، جانی، مالی، از هر نگاه. ولی اگر امو معلوماتی را که داری وقتی که او را برای دیگران شریک میکنی بدون کدام مطالبه، اون معنویت است. یعنی همین کسایی که سابق بودن از این شعرهایی را که قبلا خودت یادآوری کردی، حافظ، مولانا، مثلا خیام، اینا یا بزرگایی که همیال هم هستن، اینا اگر در اون سطح خود من آرزو دارم که من برسم که مثلا بتانم، ولی اونا که رسیدن از همی کلامشان معلوم میشه. مثلا همی که شعر شاعری را پیشتر ما خودت گفتیم، ما خود شاعر نیستم بای دی وی که حالا ما کدام کلیم نکنم، ما فقط چون یک مقدار معلومات دارم در قسمت موسیقی و همی آهنگ یا ریتم موسیقی را ما میفهمم که مثلا همی اینی لغتا در اینی قالب میتونه خوب برابر شود که خوب بدرخشه در قالب سرلی. فقط دمو یک کمک معلومات دارم ولی شاعر نیستم. چرا شاعر خب بسیار باید که بسیار یعنی دمی معنویت باید باشی که شاعر باشی. شاعری که اما تو زبردست شاعرایی که ما خود به نظر من بسیار یک شاعر زبردست هستی روی جان خند، بسیار بالاستی، نام خدایت آفرینت. گپ تا نمیگیرم برادر، خلاص شد گپت که باز ما یک دو موضوع دیگر هم گپ میزنیم که باز بخیر. بله خسته یعنی گپ خدا کنه که تو آف ترک طرف چی نشده باشه. نه بسیار زیاد یعنی موضوعات را سرش گپ میزنی برادر، که گل میگی خودت، که ما خودت میشه که ساعتها صحبت کنیم. اگر علاقمندی باشه میشه اپیزود دوم کنیم، سوم کنیم، چهارم کنیم، به خاطر از اینکه این مسیری که خودت درباره‌اش صحبت میکنی که خودآگاهی است، مسئولیت افکار و احساس یک شخص است و معنویت سرش گپ زدی. این متاسفانه تو معلوم میشه به ندرت مردم در این مسیر خودم اندازه، در این مسیری که یک کمک به خاطر از این به نظر من یکی از دلیلش همی است که وقتی که در خودآگاه میشی کل مسئولیت سر خودت میفته. میگه you are the one، خودت باید از خود شروع کنی. به خاطر از این که معمولا ما we just take the easiest path میگنشه، بسیار یک مسیر راه کوتاه و شارکت هم میخوایم. صحیح است نه؟ ایمان بیار بدون از که سوال کنی که چی مانا فهمیدی، این کار بکو سوال نکو، آرام علالا چطور سرش سوال میکنی. او بدرقن در قرن 21 ما آمدی در مملکت خارج، ما آمدی در مملکتی که یک باور دیگه است، یک مسیر راه دیگه داره دیگه.
دایید فاندامنتلی تو یک نامحرم هستش مبرایی سعی میکنی خلاف اسلام میری، اما انوزم میگه که you know what closed I'm the right way، رای من رای صحیح است دیگه. ناله دو رقم کسی که دنیا را به مثل سیاه ببینه یا سفید ببینه یا ببینه در یک نظر ببینه، در یک عقیده ببینه، عقیده را سر خودت بیشتر گفتیم. How do you go through that؟ از چه تو میتونی که تو یک کسا کتش پذیرش داشته باشی یا به خاطر از که to start with از دیفالت از او تعبیز است، دیفالت از او یک چیز است که هیچ وقت آگاه اصلا سوال نکرده، اصلا نمیفهمه فکر کردن چی مانا، احساس چی مانا، فکر و تفکر چی مانا، تفکر contemplation یا reflection. اینال ببین برادر قند ما که مثلا خودت امروز آورده ما خود صحبت میکنیم یا هم تو دوستایی را که میپالم، مثلا کسایی است که یک تحول در وجودشان میبینم، یعنی یک تکامل درونی درشان من میبینم. یعنی سیمول نیست، همی میگن که variety is spice of life، زندگی یک تنوع است. همی که هر بهترین دوستت باشه تا امسر به نظر من if he or she doesn't make you grow، اگر در راه مسیر تکامل کرده بهتر نسازید یا تو را بهتر نسازی، بسیار stagnant میشه این ریلیشنشپ، رقم خسته کن میشه و یک نواخ میشه و حتی رومانتیک هم هسته و حتی در هر رشته، در هر فکر، در هر نظر، در هر دنیا باید تحول بیاید. برات است اینا ببین ما در ممالک افغانستان مثلا یا ممالک که developing country میگنشن، ببین چقدر تکامل بهبتی پیش میره، وش سایکل رفته میره، 40 سال، 45 سال، 50 سال جنگ یکی میاده کله. چرا؟ به خاطر ازی که کلانترین شروعش است که هر شخص که من برمیگم ماله من نمیفهم، یعنی گپه که در افغانستان استاتستیکس بگی چقدر سواد مثلا است در بین طبقه و ناس طبقه زکار، این گپایی که مثلا از علم میزنی، اکادمیک گپ میزنی، او چی رقم برای کسی که اصلا در الف بیر نفهمه، میگه ز اول الف با تا نفهمی ز قرآن درس خواندن کی توانی، مولانا گفته صحیح. اما آگاهی را خودت گفتی، آگاهی یک نیروی است که به این ارتباط نمیگیره که تو قویستی، ضعیف هستی، دانش داری، معلومات داری. این فاندامنتلی به خودت گفتی در ماهیت انسان، یعنی کائنات و هستی به قوه فکر و آگاهی بر انسان داده. مثل خودت وار یک شخص، خودت هم در مطور شرایط کلان شدی، هر افغان یک داغ دیده، ما هم کلان شدیم. چرا مثلا من خودم مثال نمیتم، من بسیار اشتباهات کردیم یا مثلا میکنم و هنوزم در مسیری باید یاد بگیرم. یعنی کس یعنی این خودت مثلا سعی کن چقدر عکس العملت، کانفیدنس لولت و هیچ وقت مجادله کردی، you didn't give up، در حالت کوشش کردی که پذیرش پیدا کنی و خدا مولد کنی around situation. این حالا بگو فرق بین هموت یک شخص چی رقم یک تحول بیاد در افغانستان، چقدر سیاست، چقدر اقتصاد، چقدر تغییرات آمد. به نظر من اینمی فرد که آگاه شوه. چی میگی در این قسمت ربی عزیز؟ بارزی باز یک موضوع رو تغییر میدیم که چطور از این موضوع؟ ما با یک باور خاص هستم در اینجا، شخصا نظر شخصی من است، انسان میتونه یا سیکر باشه یا کنکلودر باشه. هر زمان که انسان سیکر باشه یا حداقل می دروازه سیکینگ یا یاد گرفتن آموزش حداقل قلف نکنه، حداقل نیمه باز بانه، این انسان بنی پیشتر چیزایی که گفتیم که در خودشگوفایی و در معنویت میرسانه، اینمی پث، اینمی دروازه برش واز می باشه. ولی انسانی که کنکلودر باشه در هر مورد، تنها در این چیزی که خودت میگینی، او اصلا دروازهش قلف ازده، کنکلود کرده، فینش. مثلا او اصلا هیچ بارگن نمیکنه همراهی، خصوصا کسادت و خصومت و تعبیز و چیزا باشه با تماما. یعنی در هر دمو طرز فکر خود به هر باوری که دمو نقطه زمانی خود رسانده، اگر دمو باورای خود یادم کنکلودر باشه، یادم غیر قابل تغییر است از دیدگاه من. در او رقم انسان ها
مثلا در هر جایی که باشن، در هر کالچری که باشن. ما شخصا تایم خدا ویست نمیکنم. ما به می آگاهی رسیدیم. ما چرا تایم خدا ویست کنم؟ ما چرا انرژی خدا مصرف بکنم؟ چرا ما انرژی خدا در یک جای دیگه مصرف نکنم که اگر من میخوایم یک ذره معنویت برسونم از هان مردم، اما که مثلا خودم بر ما فایده کده بر دیگرها، در جای آدم باید چیز کنه که اونجا به اصطلاح یک نتیجه داشته باشه. این رقم اشخاصی را که خودت یادآوری میکنی، من یکی خلاص میگم، اما که او آدم کنکلودر است، اون اما ما در مقابلش پس کنکلودر میباشم. اینا قابل اصلاح نیستن، ولی در ذهن خودشان اصلاح هستن. در ذهن خودشان already done. اینا، در ذهن خودشان اینا کل کار برشان هیچ دیگه کدام سوال دیگه باقی نمانده. و چیزهایی را که مثلا مهم است و اهمیت داره، خصوصا در جامعه غرب که بر مردم اهمیت داره، بر از اونا اگر اهمیت نداره یا کم داره، اینا به مو باور هستن که میگه این خود، حالا من نمیخوام زیاد گپار مذهبی بسازم که این دنیا از ما نیست، این دنیا از ناست، این دنیا از ماست، این گپا نه. اینمی باورش هست. مثلا باور انسان چی رقم داره؟ شخصیت انسان رو میسازه، یا مثلا مجموعه عادت های انسان تبدیل میشه به باور، و باور شخصیت انسان رو میسازه. اینا او آدم قطعا از اون خاطر است که اگر باید یک کمک آسانتر بگیم، مثلا یک محفل خوشی داریم، ما خودت یا کسی یه دفعه گسلس میاد میگه نه فلانی نمیکنم خبر. چه نمیکنی خبر؟ به خاطر از اینکه یک قسمت ذهنت میگه برات که نمی آدم دمی اجتماع بلند نیست، یا عروسی باشه یا محفل خوشی باشه یا خودمانی باشه، یک میوزیک نایت باشه، نه میفهمی که مثلا اینی انرژی در اینجا صدق نمیکنه. خود چی میکنی؟ هیچ خبرش نمیکنی. هم یک نیم ساعت آسان بس اینو 100%. بسیار مقبول بیجان قنمه بخیر درک میکنم. ما اینال اینطور است که انگشت انتقاد بسیار آسان است. ما بسیار پیام دیویژن که تفرقه را مندازه، مردم درباره نژاد گپ میزنه که تاجیک و پشتونی، ما کوشش میکنم که یک پیام باشه که یک کمک درش رحم باشه، درش کمکی که هر نژادی که گوش میکنه که بگه برادر قنواله می آدم از قلب گپ میزنه، برای ما گپ میزنه، بر کسی. اما ما ایمی پیام که در افغانستان در هر جایی که باشم میخوایم برسانم، یا امی موضوع است که فرد میتونه که تغییرات بیاره از خود شروع کنه، از خانواده، از خود، اصلا از افکار خود، بیخی از اون مایکرو لول که میگنه شد کوچکترین مرحله آگاهی که خودت گفتی، که کسی که زیست میکنه، که است بفهم که سیل میکنه، فکر میکنه، آگاست، میتونه که سرنوشت خود تعیین کنه، میتونه که یک کار کنه که دیفرنت باشه و آزاد باشه، آزادی خودت چی کنه، پیدا کنه، یک رایش نه. یعنی ببین که مثالایی داریم در تاریخ، ببینین که در چی حالتی که نلسون ماندلا در چی حالت بوده در زندان، ویکتور فرانکلین که مثلا در ناز کمپ بوده، در چی حالتهای خراب مردم ها خود کشیدن. در افغانستان ببینین که چی مردم طبقه و ناس است که حالتهایی را دیدن که اصلا عقل کوچ میکنه، اما ببینین که یک دفعه خود رساندن که میگه واو. اما بسیار کم است. ما زیاد ضرورت داریم هم اشخاص آگاه، با پذیرش و کوشش کنه که راه پیدا کنه، و ایست که مردم خودش پایین کده نبره. من هم میتونم، مولانا گفته که ترازوگر نداری تو را ز ره زند در کس، ترازوگر نداری تو را ز ره زند در کس، کسی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. یعنی یک چیزی که کسی تقلب هم میاره میگه او تلاست. کسی که انال افغانستان ببین، ما شما ببین که یک استاتستیکس میگیریم که چقدر مهاجرت مردم از مکتب، ایژوکیشن، از تحصیل، از فکر کردن جداست. کلگی در قسمت بقاست که یک شکم نان برای تو بیاد درباره عقل و فکر و گپ بزن، می بیاد رقم شکم اولاد ما چی رقم این سروایوال مود که باشین، یعنی موضوع هایرارکی اف بیلدینگز گفتی که تاسو دیگه خب بسیار مشکل است. اینال مگم یک پیام وجود داره، این معنویت که خودت گفتی سرش یک پیام است که میشه که از یک رحم بیاید، از یک مهربانی بیاید، و کس نخواهد که انگشت بکنه که تو غریب هستی، که تو فکری تو میکنی که خیره. هر کس فکر خراب، هر کس فکر خوب، هر کس باور چی، اما ضرر به دیگران نرسان. اما
پذیرش به نظر من بسیار یک کار کلان است. روی جان قند. بله خب بله. میبخشی برادر قند، میگه خلاصه خواهش. میکنیم این موضوع را دیگه. وقت ما تو 15 دقیقه دیگه مانده. در 15 دقیقه دیگه فقط میخوایم که یک موضوع دیگر هم خودت اشاره کنی ربی جان قند، و بعد از او باز یک پیام نهایی تا بگو بر ما و باز یک زمزمه کرده خداحافظی میکنیم. صحیح است؟ او پناه به خدا. آماده هستی با یک زمزمه همونطور بسیار مقبول و میاد سابق؟ والا دیگه مقبولش نمیفهم، یک چی چرکواردار خواهد بود. خب همین موضوعی که میخواستم بگویم که ربی جان قلمی قسمت مردای افغان به اکثرش تمرکز میکنیم. آها. طبقه اونا هم میمانیم که اونا موضوع علیده است، اما مردای افغان شما ببینیم که اصل حالا ببینید که امی حس دجان زدن و عقده های روانی که مثلا ذات یکان دفعه با ویدیوها گپ میزنم و در روانشناسی که ما بیشتر که مطالعه میکنم که چقدر مردم امی احساس گلت و بلیم و ایست که دیگرها چه فکر میکنه و خود یک تظاهر میکنه چیزی که باید قبول شوه با دیگرها. مثلا پاش میره بعد شراب میخوره، بعد چی کارهایی است که نمیکنه، فهمیدی؟ آرام کلش بیسته که میاد 5 وقت نماز، ببینید که بهترین مسلمان است. در اسلام که در مسیحیت هم هست، هیپوکراسی در کلتوراست. اینال آتنتیک خودت گفتی، آتنتیک سلفی که تا کدام حرف نیست که از نگاه بیولوژیکی ما شما کلم آتنتیک پیدا میشیم. سنگ هم مثال دادیم مثلا اینجا، اما به نظر من آتنتیکسیتی روان نکس وقت میشه که انسان آگاه شه و سوال کنه، unlearning میگنشه چیزایی که آموخته که به دردش نمیخوره، تکراری است، افکار کورکورانه است، از یک کش میکنه که از وجود خود مثل که پالش میکنه. پالشینگ در صوفیزم بسیار کلان گپ است، پالشینگ your mirror میکنه. نه چی رقم انسان اینم تو شروع کنه از این مرحله که بتونه سرآگاهی کار کنه؟ والا سوال خودت بسیار جامعه است، مثلا سوال بسیار آها با خدا، خصوصا اگه ما مردای افغان بگویم نه، ما نمیخوایم که بگویم در همین تظاهر گپ میزنیم. بیاین برو تظاهر ها، به خاطر از که هر کس مثلا ما خودم یک مرد افغان هستم یا مثلا از این قسمتش این طرف میریم، خیلی تظاهر در مجموع میریم. من نمیفهم، پیشتر اشاره کردم، یعنی برمیگرده به محیط زیست. اول از همون صفرش بگویم، زیاد صحبت نمیکنم، خیلی کم محیط زیست خیلی خیلی مهم است، بسیار زیاد مهم است. والدین بسیار زیاد مهم است، باید که ترویج کنن مثلا چیزهای خوبه، همین آگاهی را. مثلا چیزهای منفی حداقل اگر چیزهای خوب نمیکنن یا نمیتونن یا وقتش ندارن یا خودشان آگاهی ندارن درباره چیزهای خوب، حداقل جلوگیری کنن از چیزهای بد. مثلا اگر خودم مثال نمیتونم، ولی بسیار بسیار انسان ها هست در کلتور فرهنگ ما و شما که هیچ وقت مثلا در فضای خانواده برش گفته نشده که تو از اینی نقطه افغانستان هستی یا از اینی ولایت هستی یا از اینی ریس هستی، از این نژاد هستی، برش گفته نشده. اینا رو آدم که وقتی که کلان میشه اصلا این چیزای منفی هیچ فکرش نیست. برش بسیار زیاد عجیب است که مثلا دیگه کسا در این موارد بسیار خود محکم گرفتن. سو والدین بعد از او باز همنشینای خوب، مثلا دوستای خوب، اینا را آدم آگاهانه که کت از اینا باشه، اول در قدم اول همین مسیر هیچ برش پیدا نمیشه، همین مسیر راه غلط که تظاهر کنن. و در قسمت دوم میایم و کسایی که آلریدی دیگه علامت در اون مرحله هستن، یگانه چیزی که کسایی که میخواید مصدر خدمت باشه که آگاهی رسانی، یعنی وظیفه خود بکنه، وظیفه خود اجرا بکنه و اونا را اگه چی بگویم بسپاره به خداوند. اگر اونا خودشان به هوش آمدن، مثلا پی بردن، میتونن که در مسیر خوبتر برن. بعضی اوقات تو وقتا میشه که یک نفر تا که
یک تجربه تلخ خودش نچشه یاد نمیگیره و مو آگاهی نمیرسه. او خودش باید تجربه کنه. برای یک نفر که هر قدر بفهمانی ده یک مورد هر چی که باشه تازه اون شاید خو برات بگویه حداقل، ولی تا زمانی که خودش نچشه اونمو دمون موضوع او آدم یاد نمیگیره، قطعا یاد میگه نمیگیره. که بعضی میگه که کسا تر نمیشی، در لفظ آب تر نمیشی، باید تچ کنی یا بنوشی. تچ بله. کنی. بله بله بله. ما فقط این هم میگم دایی به خاطر از اینکه این تاپیک خیلی کلان است. مثلا در هر موضوع اگر مثلا ما خودت بعضی چیزا رو یادآوری کنیم او بسیاری چیزا از او پس چیزایی میشه که دیگه کسایی که در مثلا اگر بخواد که بعضی از این الفاظ چیزی صحبت بکنه او 5-6 گپ در هر گپت میتونه پیدا بکنه. از اون خاطر هر کسی که آگاه است آگاهانه زندگی میکنه و خود با مو آگاهی را قدم اول در ذهن خود میگیره، به نظر من انسان میتونه موفق باشه و نظر خدمت باشه به خود، برای فامیل خود، برای جامعه. او کسایی که به اصطلاح تحت لفظی بگویم کسایی که مخل هستن دیگه دیگه هر گپی که از زبانشان میپره دیگه او برای خودشان ما والا تعریف. برادر ما در این چنل هیچ وقت نرفتیم، نمیخوایم برم. بعض دوستان میگه بیا تو تیک تاک بیا کجا بیا. گفتم no I don't want to deal with this. ما در یک مقطعی رسیدیم ربی جان خان که چی میگنش که مولاناست که میگه که the bird sings not knowing or not ever aware of who is listening. یعنی که پرندم از ما در این مرحله رسیدیم که بعض اوقات مردم ناراحت میسازه، گاهی خوش میسازه. ما میگم که برادر قند هدف ما هیچ وقت proselytizing anybody. هیچ کس عرق ندارم که کس عقیدهش تغییر بدم یا خوش میشازه مرا یا ایست که بیادر قنچه. ما فقط همی گفته خودت همی مسیری که ما خودم دمی طول زندگی ما که ما تیر کردیم من حیث یک شخص و ما از دل که بعضی چیزا تغییرات که من میبینم در زندگی خودم، بعض افکارات که کار گرفتم و از دل من میگم you know what بیا که میره بعضی بخصوص من چند وقتی که شاگردا بودم و پاکستان خودت هم معلم بودی، من با چند وقت من موجه معلم بودم که از ما کنک میکنه، از یک پلتفرم جور کردیم که برادر قند there's another way که میتونیم پیدا کنیم راه خدا و او شروع میشه در هر نقطه دنیا که هستیم. صحیح نه؟ و انرژی خدا میتونیم که هر ما شما همیشه فریکونسیش تغییر بدیم با افکار و احساس و روش خود در جایی که هستیم و تغییرات از اونموجه شروع میشه. بله بله بله. پیش از که ما دیگه و مرحله وش آگاهی است. دیگه نال ربی جان قند فقط ما اولی که بازم تشکر یک جان ازی که در پروگرام آمدی و باز بخیر اگر شد اپیزود دوم میگیریم و بسیار زیاد میخوایم که در وجود تو ما قدر تریژر میبینم، ما یک گنج میبینم که باید پیدا شوه و گپای خودت، نظر خودت و خودت که استعداد نوشته شاعری میکنی، شعر مینویسی، خواندن میکنی و دشت ماستی و نام خدا پدر هستی، همسر هستی، اولادای فامیل، ای کلش باز بخیر. ما سرت میبالم، افتخار میکنم نام خدا، صحت معلوم میشه بسیار پشت صحتت میگردی، واککایت میکنی، یگان دفعه میبینم در طبیعت دیگه. ما بسیار موفقیت های مزید برات میخوایم، وقت زیاد نمیگیرم، فقط همه قدر در قسمت نهایی پروگرام ما برادر عزیز ما اگر خودت یک پیام همونطور از دل برمی جوانایی که ما کتما اگر در ارتباط داری و از همون دلت یک پیام مختصر بر ما بگویی در این پروگرام و بعد از او باز یک زمزمه میکنیم و خداحافظی میکنیم. صحیح است؟ باز آینده بخیر اگر علاقمندی بود باز ادامه میتیم یگان موضوعات دیگه. 100%. ما پیام گفتی یک چیز در می فرهنگ ما و شما است که همیشه ما خدا کم میزنیم، متوجه هستی؟ ولا نه خاک پای تست مترستم امی ذهن انسان اونمو مذاق هم باور میکنه اوور تایم. امی یکی از دلایلی که خودت گفتی کانفیدنس ایام به مو بر میگرده، یعنی یک بخش کوچکش هست که آدم باید خدا کم نزنه. اینا من نمیگم که والا ما پیام ندارم، پیام بزرگا میتن، ما بزرگ نیستم. هر کس صاحب نظر است. به نظر من هر کس صاحب نظر است میتونه که پیام داشته باشه، خوب یا خراب، حق داره که باید بگه، حق داره نظر داشته باشه. بله ها. و ما هیچ وقت انتقاد، من خودم شخصا انتقاد نمیکنم. اونو کسایی هم که پیشتر خودت گفتی یک کوچک تاچ کنم،
کسایی را که خودت گفتی که مثلا خوش نمیشن، خفه میشن، یا مثلا میگه چرا تو گپا رو میزنی، اونا متاسفانه برمیگرده از این سکیوریتیز، چیزایی را که مثلا کمبود دارن، او اونمو رو تچ میکنه به اصطلاح، و او ذهن او رو دوست نداره. بنان من اون شخص ملامت نمیکنم، من اون مسیری را که او تجربه بله. کرده او را من ملامت میکنم. ولی انسان اگر باز میایم سر آگاهی، یعنی همی اول و آخر باید آگاهی، چیزی که خودت چی میکنی. به هر صورت من میایم درباره پیام گفتی، من یک شعر نوشته کرده بودم یک 3 سال پیش. من این شعر میخوانم، دینمی هر پیام که بود اونمو پیام باشه. صحیح است؟ بسیار مقبول، بسیار عالی، از این کار بهتر چی. اوکی. شعر رو متر از دیگه شاعرای عزیز، کسایی که اگر مشنوین دیگه ببخشین با خواهش میکنم بزرگواریتون. دیگه ریلکس، من خب میفهمیده که چقدر علاقمندت هستم. نگفتی ارشاد؟ یک نفر که شیر بخوره یک چیز بازو نفر میگه ارشاد، ارشاد نه؟ ارشاد. گفته به ارشاد نگفتی. من برو ارشاد میگم، برد ارشاد ارشاد. هلال سنگ شد. خب شیر تو از همنشین دلنشین جان و تن جانان کند. فصل زندگی ببخشی، همنشین دلنشین جان و تن جانان کند، روح را پندار نیک تازه و شادان کند. ارشاد. حاصل گفتار نیک اندک با کار نیک، فصل زندگی سبزه و باران کند. واه واه واه. با حیا و با ادب بر زبان چون نام رب، هر کی با کردار نیک دیگر خندان کند. واه 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 واه. آن که باشد با ادب بر اینا گفتم راستی ببخشید. آن که باشد، خب آن که باشد، ببخشید که اینا من خرابی کردم این. خب خیره هیچ دیگه خودمانی است، خیره. خب هیچ کدام آن گپ که نیست، باشد، ریلکس. آن با حیا و با ادب بر زبان چون نام رب، هر کی با کردار نیک دیگری خندان کند. آن که باشد بی سبب، بی حیا یا بی ادب، خود تبا عقبا تبا خلق را بدنام کند. خلق را بدنام کند. 100%. ت- طعنه و کینه جفا می نباشد این صفا، آبرو اندر عذاب هر کی گر کتمان کند. آن کذاب بدگمان چون به کجکاری روان، آن کذاب بدگمان چون به کجکاری روان، راه خود و از دیگران هر دو را لغزان کند. امی آخریش بگو، رای خود را و دیگران اردو را لغزان کند. بسیار مقبول. این عزیز امصدا که خودت هستی، قربانت. غرق در رقص سما، وعده ها یک یک وفا عهدها پیمان کند. بدریغ این پهلوانی هم خودت هستی. That'll be the day. بدریغ این پهلوان استوار و مهربان، پاس داند پاس را جان خود قربان کند. قربانت. اینیش باز از طرف ماست. تو به یک تیر نگاه باشه، یه ذره عاشقی شوانه داخل. تو به یک تیر نگاه، تو به یک تیر نگاه گر توانی رخ نما، یک نگاه گرم تو درد من درمان کنه. بسیار مقبول. روی نازنین، دست سر رال باید ایره کتمت ایره خودت نشته کردی، ایره کتمت شعر که بسیار مقبول، بسیار اساس قدر مقبول شعر است. و نام خدا ارشاد، واوا به به، نام خدا ایره باید با من شعر کنی، شعر است 100%. سلامت روان بسیار میکنی. مقبول ربی نازنین. انشالله باز ادامه میتیم گپای خدا و برات بسیار موفقیت میخوایم بسیار زیاد دیگه، واقعا که در جای و لذت و درونی ما عهد کردی و میکنی همیشه، و بودن تو اما تو اشخاص در تمام دنیا که هست، ما میبالم سرش و میخوایم که باید وقت است که باید آگاهی بیاید، ضرورت از در دنیا در هر جایی که هستیم.
و آفرینت انال برادر قن خداحافظی میکنم از دوستا و از خودت باز گپ میزنیم یک زمزمه کرده دیگه باز خداحافظت برادر باز بس میکنم. صدا درست است؟ بسیار مقبول است فیلم. اوکی. بسیار اساس میاد. یگان چی میشه کم کم اما صحیح است بسیار خوب شد. خب خیره دیگه کم ما و کرم خودت است خیره. صحیح برادر. اگر بلند پخش است مرم. کما که بلند نگه شو خوب است. خب این خوب شد. بسیار مقبول. دوسیدن چشم از آهو آمیخت افسون با جادو صد وعده دادی وفا کو ای فریبگر ای دروغگو دوسیدن چشم از آهو آمیخت افسون با جادو صد وعده دادی وفا کو ای فریبگر ای دروغگو لا 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 دل شکستم کردی پیشم رخ پیش آوری با شیشم دل شکستم کردی پیشم رخ پیش آوری با شیشم وقتی میخواهم یک بوسم میخندی میگی نمیشه آه چی برحمی تو محرو فریبگر دروغگو آه چی برحمی تو محرو ای فریبگر ای دروغگو دوستی چشم از آهو آمیخت افسون با جادو صد وعده دادی وفا کن ای فریبگر ای دروغگو ای فریبگر ای دروغگو ای فریبگر ای دروغگو ای فریبگر ای دروغگو باز انشالله بر ارتباط میشیم. تشکر از اینکه وقت کشیدی دیگه. قربانت برادر گل. باز انشالله گپ میزنیم حتما. سلامت باشی جواد عزیز. یک دنیا تشکر از اینکه مرا دعوت کردی. انشالله با امید صحبت‌های بعدی سلام و احترامات ما خدمت همه بچش دوستان. حتما. قربانت پدر. قربانت. خداحافظ. تشکر. خداحافظ. خداحافظ.